شاید اکثریتتون خبر داشته باشین، اما کسایی که خبر ندارین، من براتون یک دانشگاه آنلاین و کاملا رایگان معرفی میکنم. دانشگاه University of the People. شما در اینجا به صورت رایگان و کاملا بدون هزینه میتونین که ادامه تحصیل بدین در 4 بخش. 4 بخش: مدیریت کسب و کار، علوم کامپیوتر ساینس، علوم صحت و آموزش را در بر میگیره. شرایط پذیرش در این دانشگاه داشتن مدرک لیسه یا مدرک لیسانس و یا مستری تان میباشه. آموزشی این دانشگاه به زبان انگلیسی است و یک شرایط دیگری که باید شما داشته باشین و او هم یاد داشتن زبان انگلیسی و برای تایید که شما زبان انگلیسی رو یاد دارین نیاز به برگه امتحان یا همو آیلتس و یا هر برگه که شما رو ثابت کنه که شما زبان انگلیسی رو یاد دارین نیاز می باشه. حالا گفتم همانه که ثبت نام دانشگاه شروع شده، هر کسی که علاقه‌مند باشه میتونه در گوگل سرچ کنین و به نظر من یک فرصت بسیار عالی است برای کسایی که هزینه هنگفتی دانشگاه رو ندارین و علاقه‌مندی به یک از این رشته هایی که من ذکر کردم دارین. پس میتونین اینجا اپلای کنین و ادامه تحصیلتون رو بدین.